دادگاه نویه استانکینوی شهر مسکو روز 6 دکامبر حکم مجبورا از روسیه بیرون کردن رزمنده معروف MMI از ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان چهارشنبه را برآورد. دادگاه ورزشگر زاده بدخشان را بر اساس قسم 3 ماده 18 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری روسیه در ویران کردن قاعده های بود و باش در روسیه گناهکار شناخت و 5000 روبل جریمه هم بست. با قرار دادگاه چهارشنبه را باید مقامات حفظ حقوق تا مرز روسیه برده مجبورا از قلمرو این کشور بیرون کنند تا زمان اجرای این حکم، یعنی تا بیرون کردنش از روسیه. چهارشنبه را در بازداشتگاه مهاجران رو به اخراج نگاه خواهند داشت. در ثبت ویدیویی از دادگاه استانکینو دیده می شود که چهارشنبه حکم از روسیه بیرون کردنش را با سر بلند قبول کرد و به قول معروف حتی میژه هم خم نخورد. یادآور می شویم چهارشنبه هفته گذشته در شهر مسکو برای بدون حجت رانندگی و سوغورته و با سرعت بلند راندن ماشین در شهر مسکو دستگیر شده است. خدمات مطبوعات گبدده مسکو روز 3 دکامبر خبر داد که ورزشگر 26 ساله زاده تاجیکستان هنگام حرکت در نقب لیفورت و قاعده های حرکت در راه را دغلانه ویران کرده به بالای این لحظه ها را ثبت و در شبکه‌های اجتماعی نشر کرده است. بنا به اطلاع رسمی ماشین چهارشنبه را در توقفگاه جریمه‌ای محکم کرده خودش را برای نداشتن سوغورته اساگه و بدون حجت رانندگی راندن ماشین به جوابگری مأموری کشاندند. او به کارمندان پلیس حجت رانندگی از تاجیکستان گرفتهشان نشان داده است، ولی در گبدده گفتند که حجت رانندگی تاجیکستان در روسیه قرب قانونی ندارد و چهارشنبه باید حجت رانندگی روسیه می داشت. چهارشنبه در ساحه ورزش MMI با نام اورج معروف است، ولی مخلصانش او را گرگ پامیر لقب دادند.